صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدای قادر مطلق و پدر آسمانی، در وظایفی که انجام نداده ایم و در پندار و گفتار و کردار خود که بر ضد تو و بر ضد هم نوعان خود گناه ورزیده ایم قلباً پشیمانیم و صمیمانه توبه می کنیم و تمنا می کنیم که به خاطر و به لیاقت نام منجی و خداوند ما عیسی مسیح ما را بیامرز و از آنچه که هستیم ما را اصلاح فرما و به آنچه که باید باشیم هدایتمان کن، تا در جلال نام تو، در تازگی حیات آسمانی که به ما عطا می کنی قدم زده و اراده تو را به اجرا درآوریم. تمنا می کنیم ای خداوند که در این ساعت روح قدوست بر ما نازل شود تا تسلی و امید آسمانی را دریافت کنیم و دست پرتوان و شفا بخش خودت را ای خدا در این ساعت بر قلب‌های شکسته و زخمی و مجروح و جسم‌های ناتوان و ضعیف قرار بده تا از تو شفا یابیم. بارالها در این ساعت با ما صحبت کن تا با صحبت کردنت روح حیات و ایمان در ما زنده شود. ما را از پریشانی ها و افسردگی های دنیا برهان تا اکنون که رو به کلامت می آوریم با حواس جمع در آن به تفکر و تعمق بپردازیم و هدایت فرما که هر مانعی که در راه شناخت تو از قبیل تعصب و کوتاه‌فکری و نابینایی روحانی در ما هست از خود دور سازیم و کاملا تسلیم تو شویم. تسلیم کلامت، تسلیم اراده‌ات. این دعا را به شایستگی نام منجی و یگان نجات دهنده بشریت یعنی عیسی مسیح عزیز می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه است از صدای انجیل. عاشقان حق و تشنگان عدالت و راهیان محبت، شادی و آرامش خدا قلب‌های فرفرد شما را پرسازد. از خدا یکتا برای همه شما و خانواده‌تون آرزوی سلامتی رو دارم و امیدوارم که روز به روز بیشتر در سایه رحمت و عنایات او قرار بگیرید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود و از کلام خدا تعلیمات و زندگی عیسی مسیح رو براتون میخونم و توضیحاتی به عرض مبارکتون میرسونم تا معنی آیات را بهتر متوجه شوید و کلام خدا را بهتر درک کنید. برای این منظور از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 6 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا بگشایید تا از آیه اول قرائت کلام را آغاز کنیم. از فرصت استفاده میکنم و از همه یاران عزیز به خاطر نامه‌هایی که ارسال می‌دارند و شهادت‌های خود را برای ما بیان می‌کنند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.
همونطور که بارها عرض کردم، ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم. در ضمن بسیاری از شما پرسیدید که چرا زندگی عیسی مسیح را پخش می‌کنید. در جواب این عزیزان باید بگویم که عیسی مسیح که مظهر خدای متعال و نجات دهنده زنده بشریت است، برای ما یعنی برای بشریت در هر چیزی و در هر امری نمونه کامل می باشد. در گفتار و در کردار و در حرکت و در پندار و در سکوت و در نشستن و در برخاستن و در حال خوردن و در سکوت و در صحبت، در تنهایی و در جمع. ما از شما دعوت می کنیم که زندگی او را مطالعه کنید و با او که زنده است عمر خود را به سر بیاورید تا شما در محبت خدا، در حیات خدا رشد کنید و در صفات نیکو و تقوا ساکن شوید و آن وقت در زندگی اطمینان و اعتماد و خوش‌طبعی نصیبتون خواهد شد. و بهترین راه این است که او را در تمام مراحل زندگی همیشه در مد نظر داشته باشید. از آن جهت ما زندگی عیسی مسیح را پخش می‌کنیم که او نه فقط کلامه خداست، نه فقط نور عالم است، بلکه یگانه راهی است که انسان می‌تواند به وسیله آن هم خود را بشناسد و هم خدا را و هم بداند که خداوند از ما چه انتظاری دارد و چگونه زندگی را از ما طالب است. او در هر چیزی برای ما نمونه و مثل گردید تا با طی کردن راه اون ما نیز بتوانیم خوشنودی کامل خدا را به دست بیاوریم. خدا در عیسی مسیح خیشتن را مکشوف ساخته است. خدا در او با بشر سخن گفته و خیشتن را به ما معرفی کرده است. توسط اوست که می توانیم خدای خالق را آنطور که هست و آنطور که او اراده فرموده است بشناسیم. اصلا انجامی که ما زندگی عیسی مسیح را برای شما بیان می‌کنیم، زیرا که من و میلیون ها نفر دیگر وقتی تسلیم مسیح شده و به او ایمان آورده و از او پیروی کردیم، نه فقط از اسارت اهریمن و بندگی شیطان رهایی یافته‌ایم، نه فقط گناهانمون بخشیده شده، بلکه خدا ما را به حضور خود پذیرفته و ما وارد ملکوت سماوی او شده‌ایم و مقام روحانی فرزندخواندگی را به ما بخشیده است. دعای ما این است که همه انسان‌ها در این شادی آسمانی و مقام ملکوتی شریک شوند. با بیان این مقدمه نسبتاً طولانی، حالا توجه خود را به آیات مقدس جلب می‌کنم. فصل 6 از انجیل مقدس لوقا شامل 49 آیه میباشه که 4 موضوع اصلی رو در بر گرفته. اول، متهم کردن شاگردان عیسی مسیح به وسیله رؤسای دینی به خاطر شکستن قانون روز سبت که 5 آیه اول با آن اختصاص دارد. دوم، شفای مردی که دستش خشک بود که آیات 6 الی 11 این موضوع را برای ما بازگو میکنه. سوم، انتخاب 12 رسول و اسامی آنها توسط عیسی مسیح که شامل آیات 12 الی 19 است. و چهارم، خطابه معروف عیسی مسیح به شاگردانش که آیات 20 الی 49 رو شامل میشه و شامل یکی از زیباترین تعلیمات و خطبه‌های مسیح است. حالا ابتدا توجه خود را به موضوع اول که شامل 5 آیه اول است مبذول می‌داریم. آیات را خدمتتون میخونم. میفرماید: و واقع شد در سبت دوم اولین که او از میان کشتزارها میگذشت و شاگردانش خوشه ها میچیدند و به کف مالیده میخوردند. و بعضی از ملایان دینی یا فریسیان به ایشان گفتند: چرا کاری میکنید که کردن آن در سبت جایز نیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آیا نخوانده اید آنچه داوود و رفقایش کردند در وقتی که گرسنه بودند؟ که چگونه به خانه خدا در آمده نان تقدمه را گرفته بخورد و به رفقای خود نیز داد که خوردن آن جز به کهنه روا نیست؟ پس به ایشان گفت: پسر انسان مالک روز سبت نیز هست. در اینجا برخورد رؤسای دینی با عیسی مسیح را می‌بینیم. اگرچه روی سخن با شاگردان عیسی مسیح است، اما در حقیقت هدف ملایان دینی همانا محکوم کردن خود عیسی مسیح می باشد، آن هم با یک ایراد بسیار کوچیک.
در یک روز شنبه که یهودیان حق کار کردن را نداشتند، زیرا روز استراحت محسوب میشد و این در شریعتی بود که خدا به موسی عطا کرده بود تا قوم آرامی یابند، یعنی برای خوبی قوم بنی اسرائیل خدا عطا کرده بود و نه برای رضایت خدا. شاگردان عیسی از میان مزرعه گندم عبور میکردند. آن وقت با دستهای خودشون گندم را میکندن و در کف دستهایشون گندم را مالیده و آن را پس از اینکه از کاه جدا کردن میخوردن. چرا؟ چون میگوید زیرا گرسنه بودن. حالا در شریعت موسی مجاز بود که شخصی که گرسنه بود وقتی از وسط مزرعه یا باغ شخص دیگری میگذشت به قدر حاجت خود سد جو نماید، از همون میوه ها بخورد. یعنی همون قدری که گرسنه بود میتونست بخوره، ولی حق حمل هیچ میوه یا گندم یا چیز دیگری رو نداشت. حالا شاگردان عیسی گرسنه بودند و در حین عبور از مزارع گندم شروع به چیدن و خوردن گندم میکنن. فریسیان یا ملایان دینی ریاکار و خودپسند میان و میگویند که این کار در سبت جایز نیست، نباید این کار را بکنید. حالا اگرچه دوستان خدا این روز را روز آرامش برای قوم برگزیده بود، ولی این رؤسای مذهبی آمده بودند انقدر بهش تفسیره ها و قوانین و قواعدهای من درآوردی چسبانده بودند که آن را به سخت‌ترین روز در زندگی تبدیل کرده بودند. و البته درو یا خرمن کردن گندم در روز سبت ممنوع بود، ولی چیدن خوشه های گندم با دست، آن هم برای رفع گرسنگی، آزاد بود. حالا عیسی در دفاع از شاگردانش معلمین شریعت را برای نخواندن و نفهمیدن آیات کتاب مقدس سرزنش می کند. البته از موضوع اطلاع داشتند ولی آیات را نفهمیده بودند و موضوع داوود پیامبر و نان تقدمه را پیش آنها می آورد یا آشکار می کنه تا به بیگناهی بودن شاگردانش در واقع به آنها ثابت کنه، کمک کنه. میدونید داوود پیامبر یک روز از چنگ شاول پادشاه فرار میکرد و در حین فرار به خیمه یعنی خانه خدا رسیده نان میخواست چون که گرسنه بود. ولی رئیس کهنه در جواب داوود پیامبر میگوید که ای داوود، جز نان مقدس که فقط کاهنان حق خوردن آن را دارند، ما هیچ نان دیگری نداریم. و داوود کاهن نبود، ولی داوود نان مقدس را طلبیده و نه فقط خودش خورد بلکه اون رو به همراهانش میده تا آنها بخوره. و عملا دوستان عزیز داوود پیامبر با این کار شریعت را نقض نمود. حالا دلیل بیان این واقعه از طرف عیسی مسیح این بود که عیسی مسیح میخواد به آنان بگوید که برای رفع گرسنگی و سایر حوایج انسانی شرایع ظاهری را میتوان بدون ارتکاب به گناهی نقض نمود. زیرا همانطوری که خود او فرموده است سبت به جهت انسان مقرر شد و نه انسان برای سبت. به عبارت دیگر قانونی که خدا عطا کرد برای آسایش انسان بوده و نه اینکه انسان خلق شده که مطیع قانون باشه. دوستان خیلی خیلی مسئله مهمی است. قانون خدا که عطا شده برای آسایش و خوبی بشر است و نه اینکه عطا شده تا بشر مطیع آن باشه، برده قانون باشه. حالا بسیاری از یهودیان قانون سبت را مهمترین شرایع خود می‌دانستند. از این رو وقتی که عیسی ادعا نمود که خودش خداوند و مالک روز سبت است، صاحب سبت است، در واقع ادعا نمود که مالک تمام شریعت نیز می باشه. شریعت را خدا به موسی داده و فقط خدا هم حق تعبیر آن را دارد. بنابراین ادعای مسیح که فرمود من خداوند سبت هستم یا مالک سبت هستم مثل این است که بگوید من با خدا یکی هستم. و البته این امر سبب خشم بسیار فریسیان میشه. ولی کمی بعد از این گفتار عیسی کاری میکنه که به مراتب این شعله غضب ملایان دینی را میافروزه، شعله ورتر میکنه و آن معجزه ای است که در روز سبت مسیح انجام میدهد. به آیات 6 الی 11 توجه فرمایید. میگوید و در سبت دیگر یا در روز شنبه بعد عیسی به کنیسه در آمده تعلیم میدهد و در آنجا مردی بود که دست راستش خشک شده بود و کاتبان و فریسیان چشم بر او می داشتند که شاید در سبت شفا دهد تا شکایتی بر او یابند. اما عیسی خیالات ایشان را درک نموده بدان مرد دست خشک گفت برخیز و در میان بایست. او در حال برخاسته بایستاد.
عیسی رو به جماعت میکنه، رو به ملایان دینی میکنه و به ایشان گفت از شما چیزی میپرسم که در روز سبت کدام رواست، نیکویی کردن یا بدی، رهانیدن جان یا هلاک کردن؟ پس چشم خود را بر جمعی ایشان گردانیده بدو گفت دست خود را دراز کن. او چنان کرد و فوراً دستش مثل دست دیگر صحیح گشت. اما ایشان یعنی فریسیان از حماقت پر گشته به یکدیگر میگفتند که با عیسی چه کنیم؟ دوستان عزیز، در این آیات میبینیم که عیسی مسیح با قدرت خداوندی دست مردی را که خشک و از کار افتاده بود شفا میداد. ولی این معجزه نه باعث شادی بلکه باعث خشم رؤسای مذهبی میگردد. وقتی مسیح وارد کنیسه یا عبادتگاه میشه تا در آنجا مراسم عبادت را به جا بیاورد، فریسیان و کاتبان یهود که همون ملایان دینی باشن اومده بودن نه اینکه تا خدا را پرستش کنن، بلکه چشم انتظار این بودن که به هر طریق شده از عیسی مسیح ایراد بگیرن و انتقاد کنن. وارد خانه خدا شدن، به جای پرستش خدا فقط چشمشون اینه که انتقاد و ایراد بگیرن. راستی دوستان عزیز، شما برای چه به خانه خدا می روید؟ برای پرستش خدا و یا برای انتقاد و یا دلایل دیگر؟ حالا اگرچه عیسی می دانست که آنها منتظر پیدا کردن فرصتی هستند برای اینکه از او ایراد بگیرن، ولی اهمیتی به این امر نمی داد و با جرأت مسیح به کار خود ادامه می داد. وقتی که آن مرد دستخوش رو دید که در کنیسه است، او را به نزد همه فرا می خونه تا دست او را شفا بده و همه شاهد قدرت خدا بشن. فراموش نکنید که در خانه خدا هستند. حالا مسیح میدانست که این ملایان دینی هدفشون این که فقط و فقط از او ایراد بگیرن. پس برای اینکه توجهشون رو از این هدف غلط برگرداند از آنها سوالی میکنند. ببینید هدف مسیح این بود که توجهشون رو از هدف غلطی که در خانه خدا دارن برگرداند. پس از آنها سوالی میکند و میگوید که شما به من بگویید آیا شایسته است که در روز شنبه، روز استراحت، کار نیکو انجام بدم و آیا زندگی بخشیدن و نیکویی کردن در روز استراحت از جانب خدا منع شده یا نه؟ فراموش نکنید که آنها میگفتن در این روز نباید هیچ کاری بکنیم. البته جواب برای همه آشکار بود و برای همین بود که رؤسای دینی جواب مسیح رو نمیدن. چرا؟ چون اگه میگفتن که بله آزاد است، آن وقت دیگه نمیتونستن از عیسی مسیح ایرادی بگیرن، و اگر میگفتن که نه اجازه نیست، خدا اجازه نداده که در روز استراحت نیکویی بکنیند، آن وقت مخالف تعلیمات تورات حرف زده بودند، زیرا خداوند خدای نیکوست، خدایی است که زندگی رو میبخشه. در واقع عیسی مسیح با این نوع سوال سبب میشه که رؤسای دینی رو متوجه خطا و اشتباه طرز فکرشون بکنه و ثابت کنه که بابا در خونه خدا هستید، باید توبه کنید. در خونه خدا جای انتقاد ایراد نیست، بلکه جای پرستش و ستایشه و اینکه متوجه بشه که فکرشون غلطه. وقتی عیسی میبینه که کسی حاضر نیست جواب بده، وقتی رؤسای دینی دهنشون رو میبندن، چیزی رو نمیگن، مسیح به آن مرد دست خشک امر میکنه که جلو بیاد و در برابر همه میگه که دست خودتو دراز کن. در واقع با این امر عیسی یگانه کاری را که آن مرد از اقدام بدان عجز داشت میکنه. برای او امکان نداشت که دست راستش رو دراز کنه. چرا؟ چون خشک بود. محض همین که فرمان عیسی رو شنید فوری اطاعت کرد و به محض این که اطاعت کرد دوستان معجزه صورت گرفت. به محض این که اطاعت کرد معجزه صورت گرفت و دستش سالم شد. ای عزیزان، غالب اوقات امروز نیز مسیح به من و شما امر می کند تا اموری که انجامش برای ما امکان ندارد انجام بدهیم. درست مثل این مردی که دست راستش خشک بود. وقتی دستش خشک باشه نمیتونه دراز کنه. مسیح هم به ما امر میکنه امروز تا اموری که انجامش برای ما امکان نداره انجام بدیم. ولی اگر ما با ایمان اطاعت کنیم، او به ما قدرت و قوت انجام آن را میدهد. در واقع با قدرت خدا ما قادریم امور غیر ممکن را عملی سازیم. این مرد تا قبل از اطاعت کردن عیسی مسیح دستش خشک بود، نمیتوانست حرکت بدهد، اما به محض اینکه مطیع شد قدرت خدا معجزه کرد و او شفای کامل خود را یافت. رؤسای دینی به جای اینکه در شادی این مرد شریک باشند و خدا را به خاطر این معجزه شکرگزاری کنند، بسیار غضبناک میشن و روی همین از قصد نابودی عیسی مسیح رو مینمایند. چرا؟ زیرا نه فقط از نظر آنها عیسی مسیح قانون سبت را شکسته بود،
از نظر آنها و نه از نظر خدا. فراموش نکنید اینو. نه فقط از نظر آنها عیسی مسیح قانون ثبت را شکسته بود و نه فقط با سؤالش آنان را وادار به سکوت نموده بود، بلکه حالا مردم بیش از بیش از آنان روی برمیگردانند و به طرف عیسی میروند و محبوبیت عیسی به شدت توسعه می‌یابد. در واقع ملایان دینی متوجه شدند که اگر عیسی مسیح همینطور به کارش ادامه بدهد، پته و تظاهر به ریاکاریشون آشکار میشه و به قول معروف نانشان بریده خواهد شد و مردم به آنها دیگر هیچ اعتنایی نخواهند کرد و البته این برای آنها بسیار گران تمام میشد. واقعیت این بود که اگرچه آنان دارای مقام معنوی بودند و از مذهب و حقیقت اطلاع کامل داشتند، اما به قول انجیل تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. از آن سبب که اعمالشان بد بود. مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند از آن سبب که اعمالشان بد بود و برای همین در پی این بودند که آن نور عالم را خاموش کنند، نابود کنند. و ای عزیزان، امروز هم همینطوره، هیچ فرق نمیکنه. دنیا نور خدا و محبت و عدالت و انصاف و گذشت را دوست ندارد، بلکه ظلم و ستم را. و دنیا با نور خدا، با محبت خدا مخالفت میکند. چرا؟ زیرا تاریکی را ترجیح میدهند و به قول انجیل از این سبب که اعمالشان بده. عدم آزادی بیان، عدم ایمان و حملات گروه‌های مختلف به کلیساها و تهمت‌های بیجا و دروغ زدنها و محروم کردن مسیحیان از حقوق اولیه خودشون دلیل زنده است از این حقیقت که هنوزم که هنوزه مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند، زیرا اعمالشان بد است. پس شما که نور را دوست دارید، شما که نور خدا را دیدید و اشتیاق روحانی دارید، نباید انتظار همکاری مردم عالم را داشته باشید. در عوض باید خود را در ایمان قوی سازید تا بتوانید جفاها را تحمل کنید. انتظار نداشته باشید که دنیا شما را به خاطر صداقت، درستی و پاکی تشویق کند. انتظار نداشته باشید که مردم شما را به خاطر محبت کردن، به خاطر درستکاری یاری بدن و شما را محبت کنند و به قول معروف با شما نیز رو دست نزنند و پاک و مهربان باشند. خیر، کلام خداوند میگوید که این دنیا به شیطان تعلق دارد. رئیس این جهان شیطانه. مردم دنیا از شیطان پیروی میکنند و نور را دوست ندارند. برای همین است که ما امروز میبینیم که مسیحیان همیشه با آزار و جفا روبرو میشوند و تهمت‌های بیجا به آنها زده میشه. من میدونم که خیلی کتاب‌هایی که در ایران چاپ شده همش مخالف حقیقت مسیحه، ولی به اسم مسیحیان چاپ میکنن تا یک تصویر غلطی از نور خدا، از کلمه حق در ذهن مردم به وجود بیاورند. ولی خداوند خدای عادل است، خداوند خدای نور و خدای محبت است و کسانی که او را دوست می‌دارند و از اوامر او پیروی می‌کنند هرگز رها نمی‌کند. و به قول جان وسلی که یک واعظ مشهور مسیحی است، میگوید که حتی اگر یک نفر باشیم و این یک نفر با خدا باشد، در اکثریت هستیم و خدا را شکر وقتی که خدا را داریم پیروزی از آن ماست. بعد از این واقعه دوستان عزیز، عیسی مسیح می آید و 12 نفر از جمع شاگردانی که دور برش بود انتخاب میکنه و بعدها آنها را به عنوان حواریون خود به جهان معرفی می نماید. از آیه 12 الی 17 در مورد برگزینش 12 شاگرد یا حواری اینطور آیه میگوید، میفرماید و در آن روزها بر فراز کوه آمد تا عبادت کند. یعنی مسیح به روی کوه میره تا خدا را پرستش کند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد و چون روز شد شاگردان خود را پیش طلبیده 12 نفر از ایشان را انتخاب کرد. ایشان را نیز رسول خواند، یعنی شمعون که او را پتروس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلیپوس و برتولما، متی و توما، یعقوب ابن حلفی و شمعون معروف به قیور و یهودا برادر یعقوب و یهودای اسخریوطی که تسلیم کننده وی بود. حالا در این آیات ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح قصد داشت که یک تصمیم بسیار مهمی را بگیره. او می‌دانست که به زودی به دست دشمنان خود مقتول خواهد شد و از این رو می‌خواست یک عده اشخاصی را که پس از مرگش بتوانند کار وی را ادامه بدهند انتخاب کند.
البته انتخاب این اشخاص موضوع بسیار بسیار مهمی بود، زیرا پیشرفت کار عیسی مسیح منوط به لیاقت و امانت و وفاداری آنها بود. پس قبل از برگزیدن آنان کلام خدا میگوید که عیسی مسیح بر بالای کوه میره و از عصر تا صبح تمام شب را در دعا به سر میبرد و برای انتخاب فرد آنان هدایت خدا یکتا و پدر آسمانی را طالب میشه و از خداوند میخواهد که آن کسانی را که بایستی به عنوان شاگرد او باشند به او عطا کند. عیسی مسیح آموزگار بود و آنانی که هر جا میرفت همراه او میرفته و تعلیماتش را اذخار نموده شاگردان نامید. اما افراد زیادی بودند که در واقع شاگرد مسیح شده بودند. خیلی ها رفته بودند، زندگیشون ترک کرده بودند و هر جا که مسیح میرفت با مسیح میرفتند. حالا یک عده از این شاگردان حتی در همان شب هم با مسیح در دعا به سر برده بودند. او برای تصمیم مهمی دعا میکنه و دوستان عزیز این به ما نشان میده که ما نیز اگر میخوایم تصمیم بگیریم بایستی از منجی خودمون تقلید کنیم که برای هر تصمیمی از خداوند تقاضای هدایت کنیم. او از میان آن همه شاگرد 12 نفر را برمیگزیند. حالا بعضی ها میگویند علت این که مسیح 12 رسول را برگزید به خاطر تشابهی است که با حضرت یعقوب دارد، زیرا حضرت یعقوب 12 پسر داشت که هر 12 شدن 12 طایفه اسرائیلیا. ملت اسرائیل از 12 پسر حضرت یعقوب به وجود آمدند و حالا عیسی مسیح با برگزینش 12 شاگرد یا رسول میخواهد اسرائیل جدید را به وجود بیاورد. کلام خدا میگوید که آنان را رسول خواند. چرا رسول میخونه؟ چون او میخواهد آنان پیام را به نزد جمعی ملل ببرند و بشارت نجات را اعلام کنند. گاهی نیز ملاحظه میکنیم که ما مسیحیان به جای کلمه شاگردان کلمه حواریون به کار میبریم. کلمه حواریون یا حواری اصلا حبشی است و به معنی رسول می باشد، یعنی کسی که پیام شادی را به سمع دیگران میرسونند. به خاطر کمی وقت در این ساعت اجازه میخواهم که در برنامه آینده اطلاعات مختصری درباره این 12 رسول تقدیم حضورتون کنم تا شما نیز با 12 شاگرد عیسی مسیح آشنا بشید و بدانید که آنها کی بودند و خداوند چگونه آنان را برای مقاصد آسمانی خویش به کار میبرد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سیدرضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و فراموش نکنید که عیسی مسیح به زودی برمیگردد. ما را ناتا. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.